زمستون خرمشهر یه زمستون فوق‌العاده خاصه. یعنی نیمه شب وقتی باد میاد، این باد به استخون دست شما نفوذ. زمستون خرمشهر دست که به لباس قواسی بزنی لباست خیسه. خدا رو گواه میگیرم یک شب من اومدم لباسمو بردارم، دستم از سوز سرما به لباس چسبید. این آب 60 کیلومتر سرعت داشت. عرض رودخانه 150، عمقش هم بماند 7 کیلومتر بر خلاف جریان آب باید فیلم میزدیم. خدا رو گواه میگیرم گاهن حس میکردیم پامون داره کمر کنده میشه، جدا میشه. 1 ساعت تو هوای سرد زمستان لای نیزه وقتی این خرچنگه میومد رومون رد میشد، توانی که دستمون رو بلند کنیم و این خرچنگ رو از خودمون دور کنیم نداشتیم. 2 تا گردان قرار بود بریم جزیره ماهی رو 7 کیلومتر قرار بود بریم داخل. تا نوک ماهی هیچ خبری نبود. یه خمپاره گاهن میخورد این طرف، یه خمپاره گاهن میخورد اون طرف. به محض این که به نوک ماهی رسیدیم هواپیما اومد فیلر زد، آب اومد نقش آینه رو بازی کرد. این نامردا آمده بودن 4 لول گذاشته بودن نوک ماهی. به محض این که هواپیما فیلر زد سماور چجور قلقل میکنه، آب یه حالت اینچنینی پیدا کرد. عملیات لو رفته بود. این نامردا منتظر بودن، اومده بودن با هر جنگ‌افزاری که میتونستن از 2 طرف داشتن ما. زمستون خرمشهر یه زمستون خاصه. یعنی شب وقتی باد میاد استخونت باد میکنه، میره اون توی حالت پنچری با آدم دست میره. بزاریاتی بود. حالا تو این سرما ما مجبور بودیم زیر گاوا بخاری روشن کنیم تا شیرشون آلاسکا نشه. حالا از کرامات امام راحل این بود که همونجا مرغا می آمدن کنار بخاری میشستن، تخم و مرغ عسلی میدادن بیرون. یعنی عملیات کربلا 5 توی همچین فضایی شکل گرفت. اما رویه بچه ها توی چنین شرایطی چسبونده بود. همه رویا به CG تو سنگر خوابیده بودیم. یهو دیدم حاج منصور گروپی افتاد رو. گفت بیا بریم برف بازی. گفتم مگه برف اومده؟ گفت نه خرمشهر برف نمیاد که. گفتم پس چجوری بریم برف بازی کنیم؟ گفت مگه بچگی ها خاله بازی میکردیم؟ خاله ای در کار بود. حالا من نگاه آجی نگاه هیچ وقت اینطوری قانع نشده بودم. عملیات رو ول کردیم تا شب همه رفتیم برف بازی. خیلی هم خوش گذشت. ولی خب همگی گردانی سرما خوردیم. شب دستخط امام اومد کلاک جه تا رفع فتنه دجال. حالا تو همون حالت سرماخوردگی یکی برگشت گفت واقعا با امام بودن سرماخوردگی رو خوب میکنه، که همونجا من گلنگدن رو کشیدم یه رگبار خالی کرد شکمش. گفتم فلان شده. مگه امام شلغمه که سرماخوردگی رو خوب کنه؟ یعنی تو کربلای 4 یه چنین حماسه‌ای رقم خورد. شب عملیات شد، انداختیم تو آب، دیدیم خیلی سرده. همونجا زیر آب سماور روشن کردیم، قلقلی راه انداختیم. بعد دیگه 7 کیلومتر تو عمق یه کوسه گذاشت دنبالم. تو 7 کیلومتر تو عمق کوسه گذاشت دنبالم. ما بود و کوسه بود. دست کردم کلت بکشم، هوا سرد، دستم چسبید به سلاح. اومدم با یکی دستم اون یکی رو آزاد کنم، این دستم چسبید به سلاح. پامو گذاشتم رو سلاح که دستامو آزاد کنم، پامم چسبید به سلاح. آقا جان من ول کن، اینور اونور. کوسه چی شد؟ کوسه دنبالم دیگه. من بود و کوسه بود که احساس میکردم این پاهم از کمرم کنده شده اومده جلو آویزون شده به دماغ. یعنی اصلا حس نداشتم. این خرچنگا که آمده بودن رو شکمم قلقلک میدادن. 7 کیلومتر رفته بودیم تو عمق. آقا اون کوسه چی شد؟ خب کوسه دوباره بود دیگه. ما بود و کوسه بود. یهو دیدم از رو نوک ماهی با سلاح و تجهیزات گرفتنمون زیر آتیش. هواپیما از بالا رفله بزد، ما این پایین نفله میشدیم. از بغل تراشه‌ای میکوبیدن، آب زیر قلقل میکرد. خرچنگا از یه ور گاز میگرفتن، سگای آبی پارس میکردن، عروسای دریایی مرقصیدن شاباش. کوسه چی شد؟ بابا زهر ما رو کوسه تو کربلای 4 ما رو ول کرد. 25 سال بعد آتش بس تو ما رو ول نمی‌کنی. کوسه چی شد؟ آدم ناراحت می‌کنه.